چشمان خود را به آرامی بسته و 3 نفس عمیق بکشید. دم از طریق بینی و بازدم از طریق دهان. ریه های خود را کاملا از هوا پر کرده و سپس هوا را کاملا به خارج بفرستید. در حالی که بازدم را انجام می دهید، اجازه بدهید شانه هایتان به پایین بیفتد و به بدنتان اجازه بدهید کاملا شل و ریلکس بشود. حالا دوباره نفس عمیقی بکشید، ولی این بار در حالی که دم میگیرید شکم را به بیرون بدهید. نور سفید زیبایی را تجسم کنید که به داخل آن کشیده می شود. آن را برای 3 ضربان قلب نگه دارید. با بازدم نور خاکستری رنگی را تجسم بکنید که خارج می شود و دوباره نفستان را برای 3 ضربان قلب نگاه دارید. دوباره دیگر این دم و بازدم را انجام داده و به یاد داشته باشید بین هر دم و هر بازدم به اندازه 3 ضربان قلب نفس را نگاه دارید. حالا همه توجهتان را به انگشت شست پای راست خود بیاورید. تصور کنید اطراف آن نور سفیدی به اندازه یک توپ گلف می درخشد. اکنون همین کار را با انگشت شست پای چپ خود انجام بدهید. اجازه بدهید این نور در اطراف پاهای شما قرار گرفته و آنها را احاطه کند. عضلات هر دو پا را بدون اینکه هیچ کدام را تکان بدهید به آرامی شل کرده و ذهناً آنها را ریلکس کنید. شست‌های پاهای خود را به طور تقریباً نامحسوسی حرکت داده و کمی بیشتر پاها را ریلکس کنید. بعد نور سفید را کمی به بالاتر و به عضلات ساق‌های خود بکشید. دوباره به ملایمت و آرامی این عضلات را منعطف و ریلکس کنید. حالا نور سفید را به بالاتر، یعنی به رانها و کمر خود بیاورید. آنها را منعطف و ریلکس کنید. اکنون تمام قسمت‌های پایین بدنت از نور سفیدی پوشانده شده و سرشاری از حس آرامش و صلح درونی. حالا این نور را به ناحیه شکم و سینه بکشید. منعطف و ریلکس. نور را به بازوهای خود بکشید. به دستها، به انگشتان، به نوک انگشتانتان، به حس نوک انگشتانتان وقتی نور را به آن میکشانید توجه کنید. آنها را حرکت خیلی خفیفی بدهید و دستانتان را منعطف و ریلکس بکنید. توجهتان را به سمت گردنتان بیاورید. سرتان را 3 بار در هر جهتی که دوست دارید به صورت دایره‌ای حرکت بدهید. حالا تصور کنید که تمام انرژی منفی بدنتان از طریق گردنتان از بدنتان خارج می شود. این انرژی را به صورت دود خاکستری
تیره و کدری ببینید که در حالی که از بدنتان خارج می شود شما سبک و سبکتر می شوید و بالاخره نور سفید را به سر خود بکشانید. سعی کنید به حسی که در بالای سرتان ایجاد می شود توجه کنید. اکنون خود را در حالی تجسم کنید که در برابر آینه‌ای تمام قد ایستاده اید و در نور خالص و سفیدی احاطه شده اید. خب حالا برای شروع کار خود حاضر هستیم. کاری که می‌خواهیم بکنیم خلق انرژی خالص نور و عشق است. عشقی معنوی متفاوت با عشق احساسی که احتمالاً با آن آشنا هستید. این عشق معنوی حالتی است از تعادل و اعتمادی فوق‌العاده و کامل. عشق و اعتمادی دست در دست یکدیگر. ما این عشق را با نوری صورتی رنگ در نظر می‌گیریم. حالا خود را مجسم کنید در حالی که مستقیما روبروی خانه تان ایستاده اید، در حالی که پاهایتان به اندازه شانه هایتان باز است. در آنجا بایستید و دستهایتان را تقریباً تا شانه هایتان بالا بیاورید. به بدنتان اجازه بدهید به سبکی پر بشود. پاها، دستها و همه قسمت‌های بدنتان را احساس کنید که به تدریج سبک و سبکتر می شوند. احساس کنید آرام آرام از روی زمین بلند شده و به ملایمت در بالای سطح زمین شناور می شوید. بالا و بالاتر می روید. وقتی کمی بالاتر از خانه خود قرار می گیرید در همون حالت شناور توقف کنید. دستهای خود را پایین بیاورید و همانطور که خانه های اطراف و محله خود را می بینید کل بدنتان را کمی به این طرف و آن طرف بچرخانید. حالا کمی بالاتر بروید طوری که افق دوردست را در همه جهت‌ها ببینید. باز به روبروی خانه خود برگردید. می‌خواهیم از اینجا شروع کنیم. می‌خواهیم ابتدا خانه خود را پر از نور و عشق کنیم. در مرکز سینه خود تقریباً آنجایی که قلبتان قرار دارد حلقه ای را نگاه کنید که چاکرای قلب نام دارد. آن را به صورت نور روشن صورتی رنگ چرخانی ببینید. از شما می‌خواهم برای 1 دقیقه تمام تمرکز خود را بر روی این نور چرخان بیاورید.
اکنون این نور را با تمام عشق خود شارژ کنید. عشقی که شامل حس‌هایی می شود همچون رحم، شفقت، شادی، مهربانی، خندیدن، کمک به دیگران، اهمیت دادن به هم، بغل کردن هم، حس بوی چمن تازه کوتاه شده، نان تازه پخته شده، یک حمام داغ در یک شب سرد، یک شب مهتابی در تابستان با صدای آواز پرنده ها، حس صورتهای پر از لبخند و همینطور صورت خودت که به لبخندت پاسخ میدهد. همانطور که این عشق را در درون خود خلق می‌کنی، حسش کن. عشق کائنات را، عشق منبع تمام وجود را، خدا. احساس کن او تو را نوازش می‌کند، همچون مادری که نوزادش را نوازش می‌کند. حالا وقتی که حس می‌کنی آماده‌ای، این انرژی عشق را مستقیما به سمت خانه‌ات آزاد کن. آن را ببین که انگار مستقیم از تو و چاکرای قلبت به بیرون شلیک می شود. تمام خانه‌ات را چه از داخل و چه از بیرون ببین که با نور صورتی و شفاف عشقت احاطه شده است. انرژی عشق پایان ناپذیر است. پس خانه‌های همسایه و محله‌ات را هم با آن آبیاری کن. به آرامی به اطراف بچرخ و عشقت را به اطراف و بر روی همه محله بپاش. بالا و پایین خیابان، بر روی همه خانه ها. حال باز کمی بالاتر می رویم. می خواهیم بر فراز شهرمان و حومه‌اش پرواز کنیم. همانطور که در این فضای آشنا بالاتر می رویم، اجازه بده عشقت بر روی سر همه بریزد. بر روی افراد، ساختمان‌ها، حیوانات، درخت‌ها، رودخانه‌ها، دریاها، همه جا. یادت باشد ما همه به هم وصلیم. پس هر کس را با عشق خود لمس می‌کنی، انعکاسی است از خود تو. همچنین می توانی افراد را روبروی خود در حالی که در انرژی صورتی عشق احاطه شده مجسم کنی. الان موقع مناسبی است تا این انرژی عشق را با هر کس یا کسانی که ممکن است با آنها ناسازگاری و مشکلی داری و یا داشته ای به شراکت بگذاری. حالا ما باید با انرژی نیتمان این انرژی عشق را
تبدیل به موجی از عشق بکنی. پس همچنان که تمرکزت بر روی شهرت است و آن را داخل این نور صورتی عشق می‌بینی، این نور را ببین که به طرف بالا بزرگ و بزرگتر می شود. به آن نگاه کن و باز حسهای عشق را به یاد بیاور. رحم و شفقت، شادی و مهربانی، خندیدن، کمک به همدیگر، اهمیت دادن به هم، بغل کردن هم. عشق با فکر کردن به نور عشقی که ساخته ایم رشد می کند، بزرگ می شود و بزرگتر. اکنون روبرویت اقیانوس شفاف و زیبایی از نور صورتی عشق قرار دارد. اقیانوس بسیار بزرگی پر از موجهای عشق، سرشار از ارتعاشهای زیبا ولی محکم و پابرجا. حال این انرژی عشق منتظر فرمان شماست. وقتی که حس می کنید آمادگیش را دارید، دستانتان را به جلو دراز کنید و همونطور که دارید نیت می کنید، انگار دارید چیز سنگینی را به جلو هل می دهید. این موج را به سمت غرب هل بدهید. اول به نظر کمی سنگین می آید، ولی از انرژی نیت خود استفاده کنید و آن را بیشتر هل بدهید و هل بدهید تا جایی که این توده فوق‌العاده شروع به حرکت کند. می‌بینید که در ابتدا به آرامی حرکت می‌کند، ولی به تدریج حرکتش ساده و ساده تر می شود، چون قدرت خودش هم به این تلاش برای به حرکت درآوردنش اضافه می شود. حال می توانی برای مدتی به حالت شناور مانده و به این موج بسیار عظیم نگاه کنی که در فاصله‌ای ناپدید می شود. ولی نگران نباش، بعد از 24 ساعت باز به تو برمی گردد، بسیار بزرگتر و با قدرت خیلی بیشتر. کار ما در اینجا تمام شده است. وقتش رسیده به روبروی خانه‌ات برگردی. همونطور که روبروی خانه ایستاده ای، پاهایت را محکم بر روی زمین احساس کن. شست پاهایت را به ملایمت و بسیار خفیف حرکت بده. هرگاه احساس آمادگی کردی، از در خانه به داخل وارد شو، به محلی که نشسته ای. به بدن خود توجه کن. دست‌ها و پاهایت را حرکت بده. دستان خود را به هم گره زده و به بالای سر خود بکش. نفس عمیقی بکش و چشمانت را باز کن. دوستتون دارم.